خب بریم با هم یه دونه اسماچ درست کنیم. مواد لازم رو توی تصویر میبینید. اول از همه کنف هست که یک مقدارش رو به دلخواه به هر اندازه که بخواید در واقع انتخاب میکنید و با قیچی جدا میکنید از خود طناب کنف. بعد از اینکه کنف رو جدا کردید اون رو یک کناری میگذارید و مرحله بعدی استفاده از درختای جنگلی. میتونید از کاج یا سرو استفاده کنید. من دیگه از سرو استفاده کردم چون خودمون درخت سرو داریم و حالا به دلخواهتون میتونه یه تیکه از شاخه های سرو باشه، 2 تیکه باشه، بستگی داره که بخواید چقدر در واقع حجم اسماجتون باشه. گیاه بعدی که خوشبو کننده هست به شدت گیاه رزماری هستش. اینجا در واقع من یه مقدار رزماری داشتم و احساس کردم که رزماری کم هستش. به دلیل اینکه یه گلدون در واقع رزماری رو دارم، مجددا یه شاخه از رزماری رو در واقع با قیچی چیدم که یه مقدار رزماری که استفاده میکنم پرتر باشه و در واقع بیشتر عطر بده به فضا. این رزماری هستش که تازه در واقع من چیدم از گلدون، کاملا هم مشخصه برگش که چقدر تازه هست. و خب البته میدونید که این گیاه ها همشون باید خشک بشن و بعد در واقع سوزونده بشن. میوهی که مورد استفاده قرار میگیره میوه مرکبات هستش. میتونه پرتقال باشه، نارنج باشه. ما چون که توی حیاط خودمون در واقع نارنج رو داشتیم از نارنج استفاده کردم. اینها رو در واقع برش میدید، حلقه‌ای میکنید و میتونید توی آفتاب بذارید که خشک بشه، یا حالا اگر که فصلی باشه که شوفاژ روشن باشه روی شوفاژ هم میتونید قرارشون بدین که خشک بشن. و بعد به همین ترتیبی که دیدید یکی یکی این مواد رو در کنار هم قرار میدید و میپیچیدشون با همون نخ کنفی که در واقع همون اول کلیپ خدمتتون گفتم. شیوه پیچیدنش هم اینطوری هستش که شما اینها رو در واقع دونه دونه مثلا این حلقه های مرکبات رو قرار میدید روی اون گیاهان جنگلیتون و شروع میکنید به پیچیدنش از طریق همون نخی که دارید. اگر که شما کنف نداشته باشید میتونید از در واقع نخ خیاطی هم استفاده کنید. مهم اینه که در واقع اون چیزی که اون ریسمانی که باهاش میپیچید اسماج رو توش اصلا پلاستیک نداشته باشه، نخ باشه که به راحتی بسوزه. یکی دیگه از موادی که استفاده میشه در تهیه عود خانگی یا اسماج دارچین هستش. شما باید از چوب دارچین استفاده کنید. حالا اینکه کجا قرارش بدید، میتونه روی کار باشه، میتونه پشت کارتون باشه، میتونه حتی کناره های کار قرار بگیره. اینها همش در واقع سلیقه خودتون هستش. و همونطور که گفتم دونه دونه این اقلام رو قرار میدید و شروع میکنید به پیچیدن اسماجتون. اینجا یه مقدار به خاطر اینکه فضا کم بوده من نمیتونستم خیلی در واقع این نخ کنف رو بپیچم، به خاطر که الان دوربین روی یک سطح شیشه قرار گرفته و زیر اون یک میزی هست و من دستم به مانع برخورد میکنه. اما اگر که مانعی در واقع اطراف دست شما نباشه به راحتی میتونید شکل بدید، هر جاش که در واقع کوتاه و بلند هست بچینید، تنظیمش کنید، نخ رو محکم بکشید که به اون قالبه که دلتون میخواد در بیاد. و در نهایت مورد بعدی که اضافه میکنید و خوشبو میکنه و زیبا میکنه کارتون رو، گل سرخ هستش که از این گل‌های ریز استفاده میکنید. حالا هر جایی که در واقع اسماجتون فضای خالی داشته باشه قرارش میدید و دوباره با نخ شروع میکنید و روی این گل و کل اسماجتون این ریسمان رو محکم میکنید. حالا من یه تصویر از آماده شدهش رو هم براتون میذارم.